خوش آمدید آقای مردو به برنامه ما و فرصت یافتید به صحبت آماده شوید. البته تو امروز 4 کشور عربستان سعودی اظهارات دادند و گفتند که به خاطر آنکه قطر از جنبش‌های افراطی و تروریسم پشتیبانی میکند، از این خاطر روابط دیپلماتیشان را با این دولت قطع کردند. اما در اصل پشت صحنه چی گذشته میتواند؟ در اصل موضوع حمایت از بعضی گروه ها البته وجود داره، ولی در اصل مسئله ریشه عمیق‌تری داره. اختلافات قطر و عربستان سعودی 22 سال پیش آغاز شد، وقتی که امیر قطر اون زمان از طرف پسرش برکنار شد. امیر سابق قطر طرفدار عربستان سعودی بود، دوست عربستان سعودی بود، ولی وقتی پسرش جانشین او شد تصمیم گرفت که قطر را به سمت استقلال اقتصادی ببره. شما متوجه باید باشید که تولید انرژی در قطر گاز طبیعی است و نه نفت، و به همین دلیل اقتصاد تولیدی و صادراتی قطر تفاوت بزرگی داره با عربستان سعودی، کویت و امارات. اونها بستگی به نفت دارند ولی قطر بستگی به گاز داره. از بعد از سال 1995 قطر قراردادهای بسیار زیاد و بزرگی امضا کرد با شرکت‌های غربی. تولید گاز از خلیج فارس را افزایش داد به مقدار بسیار زیادی و اکنون میتونیم بگیم که 60 تا 70% درآمد قطر از تولید گاز از آبهای دریایی خلیج فارس، زیر آبهای دریایی خلیج فارس. و از اون زمان با این استقلال اقتصادی که پیدا کرد سیاست‌های خودش را پیش برد با پول خیلی زیادی که داشت. مثلا درآمد متوسط در قطر حالا برای هر فرد $130,000 است که این 2.5 برابر درآمد فردی شهروندان امارات، پس خیلی ثروتمندتر از اماراته. قطر تصمیم گرفت از گروه‌های فلسطینی مثل حماس دفاع کنه، روابط خوب با اخوان المسلمین داشته باشه. بنابراین برای سیاست منطقه‌ای عربستان که عربستان فکر می‌کرد خودش باید نفوذ داشته باشه، تصمیمات و سیاست‌های قطر نوعی سنگ جلوی پای عربستان بوده تا حالا و با کمکی با پشتیبانی که رئیس جمهور جدید آمریکا به عربستان سعودی داد، عربستان سعودی اطمینان به نفس پیدا کرد که جلوی قطر بایسته و قطر را مجبور به عقب نشینی کنه. تا کجا بحران شدن مناسبت میان کشورها میتواند به وضعیت خود قطر، به مبارزه با تروریسم و پایگاه آمریکایی که در قطر مستقر است تاثیر کند؟ قطر از آخر شروع کنیم. قطر من فکر میکنم که به هر قیمتی پایگاه آمریکایی را نگه میداره برای اینکه این امنیت قطر را تضمین میکنه. مخصوصا در اوضاع کنونی قطر به دوست قدرتمندی احتیاج داره و پایگاه آمریکا سر جای خود میمانه. در مبارزه با تروریسم دشوار اظهار نظر کرد. ببینید 2 نوع موضوع با تروریسم وجود داره. یکی تبلیغات وهابیسم که هم عربستان سعودی در این کار نقشی داره و هم قطر. دوم کمک مستقیم به گروه‌های افراطی است. من فکر می‌کنم که در اوضاع کنونی کمک مستقیم به گروه‌های افراطی از طرف همه محدود شده و میشه. موضوع اینه که تبلیغات مذهبی وهابی کاهش پیدا کنه. از لحاظ اقتصادی فکر می‌کنم که قطر البته به صادرات خود ادامه میده، ولی امکان وجود داره که روابط بازرگانی بین این کشورها لطمه بخوره و این شاید به طبقه
تشکر برای شهر موضوع. خاطررسان میشویم که در مهمانی ما قرار داشتن مرد سقام، رهبر منطقوی رادیو آزادی. روزی خوب داشته باشید. خواهش میکنم.